میدونی چی گفت؟ آره امینو همینجا بوی کلونی هست. این بوی کامل علاوه من. این بوی لوی تا. نچشی. بزنم چه خیلی کسی دستم. خیلیو. با مزه بده. دفعه ترمز. همه دو گوسولچه که میشناسه یا ای کدام آویل گرفته باشند رفتار این بشرم را بینین. بعض جوانان این ملت مردانگی و جوان دختران حیا و پاکدامنی را ای دست دادند. ای دختران و پسرانی که امروز خود را بلاگر مینامین کم فکر کنه شما چی پهن میکنین. برای چند لایک و چند پرسموتر شده شرف و حیا را فروخته سین. لباس پوشی، سخن گفتن و رفتار همه برای جلب دقت مردم است. آیا همین است مسلمانی شما؟ شرمتان باد. امروز بسیارها میگویند زمانه بی‌زیب شد. نه، زمانه همون زمانه است. بعضی انسانها بی‌ناموس و دیوس و بی‌حیا و بداخلاق شدند. ای بی‌حیاها، هر نواری که میگذارین، هر سخنی که میگویین در دفتر اعمالتون نوشته میشود. فردا در نزد خدا چی جواب میدین؟ در روایت بخاری آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد فرمودند اگر حیا نداشته باشی هر چی خواهی بکن. حیا زیبایی انسان است. اگر حیا رفت برکت می رود، آرامی می رود، عزت و شرف می رود. دختری که خود را ارزان نشان می‌دهد قیمت گم میکنه. پسری که به حیایی را تبلیغ و ترغیب میکنه مردانگی را ای دست می‌دهد. خطابم به شما ای پدران و مادران بی‌پروا، پیش راه فرزندان بی تربیتان بگیرین. جامعه را به فحشا و بی‌حیایی کشیدند. روز قیامت در بارگاه الله از فرزندانتان پرسیده میشوین. دانسته باشین.